به نام خدا. سلام از من خدمت همه دوستان گلم. خیلی خوش اومدین به کانال آموزشی من، آموزش مکانیک خودرو 0 تا 100. در خدمت شما هستم. بنده محمد زمانی، دانشجوی کاردانی مکانیک خودرو از دانشگاه شهید منتظری مشهد، رتبه 51 کشوری کنکور 403 و 3 سال سابقه کار در تعمیرگاه. در خدمت شما هستم. خب اصلا تو این کانال ما قراره چیکار کنیم؟ یه توضیح مختصری بدم. ما محوریت اصلی آموزشمون روی دروس فنیمون هستش که با ضریب 12 80 درس و 60 تا 65 سوال در کنکور مهمترین دروس برای ما هستش در کنکور که میتونه ما رو از قبول نشدن به قبول شدن تبدیل کنه. حالا این دروس چی هستن؟ همونطور که آشنایی دارین، سرویس و نگهداری موتور و دانش فنی پایه در سال دهم، گیربکس جلوبندی و تعلیق در سال 11 و برق سوخت‌رسانی و دانش فنی تخصصی در سال 12 هستش که با اینها ما شروع میکنیم و پس از پایان اینها انشالله به سایر دروس که دروس عمومی و پایه و غیر فنی هستن، نه به سطح دروس فنی ولی خب در حد توانایی خودم با آموزش میپردازم. انگیزم چیه؟ چرا شروع کردم به این کار و ویدیو گرفتن از خودم؟ خب ما همین پارسال که برای کنکور میخوندیم خودمون، ما یک اعتکافی میرفتیم، حالا بچه‌ها دور هم جمع می‌شدیم و با هم درس می‌خوندیم، یک فضای خیلی دوستانه. و خب موقعی که دوستان از من سوال می‌پرسیدن، اعتقاد بر این بود که خیلی خوب میتونم موضوع رو باز کنم، براشون توضیح بدم، حالا چه فنی بود چه غیر فنی بود، اون چیزی که بلد بودم و سعی می‌کردم به بهترین شکل بهشون یاد بدم. و خب گفتم چرا نتونم به افراد بیشتری خدمت کنم، بیام اینجا و استارت بزنم کارمو و در خدمت شما هستم. و اینجوری نیستش که فقط من به شما آموزش بدم، خیلی وقتا من از شما چیزی یاد میگیرم با پیشنهادات و انتقاداتون از من و اینجوری دیگه کلا. و اینکه حالا چرا باید اصلا ویدیوها منو ببینید و من از زمانی تو که کلا 1 سال خودت قبول شدی و اینا، ما استادای بهتر از تو داریم، قطعا همینجوریه. من سر تعظیم فرود میارم در برابر اساتید عزیز. اما خب یه خوبی که داره اینه که ما معمولا تو یک رنج سنی بیشتر میتونیم با هم تعامل پیدا کنیم و گفتم اینه که خیلی وقتا من از شما چیزی یاد میگیرم. اگه دوست دارین پیش به سوی موفقیت و این مسیر هموار رو با هم بریم، حتما خوشحال میشم که ویدیو رو لایک کنین و برای دوستاتون هم بفرستین تا اونا هم استفاده کنن و حتما کامنت هم بذارین برام، خودم همه رو میخونم و جوابتون رو میدم حتما. و در آخر هم دکمه سابسکرایب رو بزنید و اون زنگوله بغلش هم روشن کنید تا از ویدیوهایی که من آپلود میکنم سریعا با خبر باشین. پیروز و موفق باشین. خدا نگهدار.